کتاب خودی که مرا کشت. نویسنده میثم موسوی نسیم آبادی. نشر آوای بوف. avayaboof.com جنگ، آدمکشی مجاز. اسکندر مقدونی را از آن روی کبیر خواندند که وی پس از آن که سرزمین پهناوری را به خون آتش کشید، مردم نگونبخت بسیاری را به دیار نیستی فرستاد و چون تندبادی سهمناک ویرانی و بدبختی پدید آورد. وجدان دزد باید از وجدان سیاستمداران آسوده تر باشد، زیرا دزد کمتر انسان کشته و کمتر دارایی مردم را چپاول کرده است. دورانت. جنگ واژه‌ای نخوت‌انگیز و فریب دهنده است. لذا سیاستمداران جهان همواره کوشش کردند که از جنگ در میان مردم به نیکویی سخن گویند و آن را تقدس بخشیده و بر همگان فرض نمایند که از جنگ با مفاهیم متنتنی چون مقاومت، پایداری و دفاع از میهن یاد کنند. چنانکه فردریش نیچه در کتاب دجال ضمن بزرگداشت جنگ و روحیه جنگندگی از اسلام به سبب اعلان جنگ در برابر هر قدرتی تمجید می نماید و این فرهنگ را شریف و خواستگاه آن را غریزه های مردانه و دوست داشتن زندگانی می شمارد. نیچه. این نگاه مثبت به جنگ تا آنجا پیش رفته است که عارف پلورالیسم اندیشی همچون مولوی نیز در دفتر اول مثنوی می آورد. جنگ پیغمبر مدار صلح شد. صلح این آخر زمان زان جنگ بود. 100,000 سر برید آن دلستان تا امان یابد سر اهل جهان. اما در این میان بسیاری از فیلسوفان، شاعران و نویسندگان به مخالفت با جنگ پرداخته و حتی آثاری در این زمینه نگاشتند. لویی فردیناند سلین در رمان سفر به انتهای شب داستان جوانی همنام خود را به تصویر کشیده است که به اجبار وارد جنگ شده است. او چهره جنگ را سیاه و زشت و وحشت‌آمیز ترسیم می‌کند و ضمن احمق و جانور خواندن افسران جنگ، فرماندهان و سیاستمداران جنگ را بی همه چیزهایی معرفی می‌نماید که با دادن نشان افتخار و خروسقندی جان انسانها را مطالبه می‌کنند و سرانجام با حجو جنگ و احمق تصور کردن کشته شدگان داوطلب در جنگ با صراحت می‌نویسد: ماها عوض نمی شویم، نه جورابمان عوض می شود و نه اربابهامان و نه عقایدمان. ما ثابت قدم دنیا آمدیم و ثابت قدم هم ریق رحمت را سر می کشیم. سرباز بیجیر و مواجب، قهرمانهایی که سنگ همه را به سینه می زنند. ماها آلت دست عالی جناب نکبتیم. او صاحب اختیار ماست. با شما هستم، مردم بیچیز. پسمانده های زندگی، ای همیشه کتک خورده ها، غرامت دهنده ها، عرق ریز ها، به شما اعلام خطر می کنم. وقتی که بزرگان این عالم عاشق چشم و ابرویتان شدند، معنیش این است که می خواهند گوشتتان را در جنگشان کباب کنند. یاروسلاو هاشک، یکی از بزرگترین نویسندگان کشور چک نیز با نوشتن رمان تقریباً 900 صفحه‌ای شویک، سرباز غیور و رند تمام عیاری به نام شویک را به صحنه می‌آورد که خود را به حماقت زده است تا همه دوستداران جنگ را به سخره گیرد. شویک رمانی ضد جنگ و افشاگر حماقت انسان‌ها در قالب طنز است. شویک به تمسخر جنگ، کاری ابلهانه‌تر از جنگ نیست، نظامیگری، نظام روح آدم رو خشن می کند و اندیشه های حاکم در سپاه و ارتش، فکر کردن برای سرباز قدغنه، سرباز نباید با مغز خودش فکر کنه، بالا دستیاش به جاش فکر می کنند پرداخته و تبلیغ جنگ و زنده نگه داشتن روحیه ایثار و شهادت را کار روحانیون شیاد می داند.
یاروسلاو هاشک تدارک کشتار آدمیان را همواره به نام خود یا موجود خیالی والایی پنداشته و معتقد است که جز شاهان و سرداران جنگی و دیگر سلاخان، کاهنان همه فرقه ها با تبرک و دعای خیر انسانها را مانند احشام به کشتارگاه ها می‌راندند و سرباز هنگامی دلیرانه در راه رهبر و اعلیحضرت خود خواهد جنگید که احساسات دینی داشته باشد و بداند که بهشت در انتظارش است. ژان پل سارتر هم در نمایشنامه شیطان و خدا که داستان ظهور لوتر و پدید آمدن جنگ‌های مذهبی پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در قرن 16 میلادی است، متعرض جنگ شده، قتل و کشتار مردم بی‌نوا و احمق گوسفند صفت را محکوم نموده و همه مصلحان جهان را به مانند روحانیون افرادی مزور و دروغگو می‌پندارد که از هر سوراخی یکی از آنان ظهور کرده است. شاهرخ مسکوب در دهه 70 در شهر پاریس با نام مستعار کسری احمدی کتابی با عنوان درباره جهاد و شهادت منتشر کرد و در نوشتاری صریح و آتشین به نقد و هجو جنگ، خصوصاً جنگ از نگاه مسلمانان پرداخت. مسکوب در پاره‌ای از این کتاب می‌آورد: در قرآن دین خدا و آیین حق اسلام معرفی شده است و آنکه مسلمان نیست، حتی اگر اهل کتاب باشد، کافر است. جز اسلام همه باطل و فتنه اند و میان این دین و کفر آشتی و الفتی نیست و از قرآن حتی لا تکون فتنةً استفاده می شود که جهان تا زمانی که فتنه یعنی یک غیر مسلمان روی زمین وجود دارد تعطیل نمی شود. و اما این که میگویند جهاد برای دفاع است نه حمله و هجوم، در حقیقت اندیشه و پاسخی است به جهانیان تا اسلام دینی پرخاشجو و جنگ طلب معرفی نشود. ولی نه قرآن، نه سنت پیامبر و نه تاریخ اسلام هیچ یک مؤید این ادعا نیست. اسلام از برکت وجود شهادت زنده است. اگر شهادت نبود اسلامی نبود. پس کسی که پایداری اسلام را بخواهد نه تنها از کشته شدن مسلمانان باکی ندارد، بلکه در آرزوی مرگ مؤمن‌ترین آنان است. احمد دهقان که خود در جنگ عراق و ایران حضور داشته و آن را از نزدیک لمس نموده است، متذکر پیامدهای پس از جنگ شده و با نگاهی انتقادی به موضوع جنگ و عبور از خط قرمزها اقدام به نوشتن داستان زیبای من قاتل پسرتان هستم کرده است. مجموعی متشکل از 10 داستان کوتاه که از آن جمله میتوان به داستان بنبست اشاره کرد. بنبست داستان رزمنده است که شهادت او را به خانواده اطلاع دادند. لذا برادر دیگر با همسر شهید ازدواج می کند. اما سالها بعد برادر رزمنده به خانه باز می گردد و خانواده او متوجه می شوند که او در این سالها در اسارت بوده است. برادر رزمنده از شنیدن خبر ازدواج همسرش با برادر خود دچار جنون شده و برادرش را به قتل می رساند. در ادامه هم همسر آن 2 برادر و دختر و پسر آنان نیز خودکشی می کنند. و اما یکی دیگر از کتاب‌های فارسی انتقادی نگاشته شده درباره جنگ که از آن ظاهراً به عنوان اولین رمان در حوزه ادبیات جنگ سخن می‌گویند، کتاب زمین سوخته است. داستانی زیبا و روان از خانواده سنتی و اهوازی در روزهای ابتدایی جنگ که گویی حاصل خبر شهادت برادر احمد محمود و تجربه شخصی این نویسنده از جنگ است. کتابی که علی خامنه‌ای نویسنده آن را فردی ناباب و ضد جنگ معرفی کرده است. خامنه‌ای 1377 ذیل سخنرانی در دیدار با نویسندگان حوزه هنری. احمد محمود در این اثر خود با آنکه از دلاوری، مهربانی، همکاری و دستگیری مردم در زمان جنگ سخن می‌گوید، مشکلات آن زمان مانند دزدی، احتکار، گرانفروشی، نبود پزشک و دارو، اعدام‌های فله‌ای، کشتن اسرا و عدم امنیت جانی را فراموش نکرده و با پرده برداشتن از اثرات مخرب پس از جنگ خوانندگان را ناگزیر به تأمل و تفکر بیشتری در رابطه با جنگ می کند و ضمن تشکیک در اقدام به موقع حکومت ایران نسبت به تجاوز عراق، نظام ایران و دروغ‌های متعدد رسانه‌ای آنان را محکوم کرده و می نویسد:
جوانها از عراق میگویند و از بمباران فرودگاه و از رادیو که انگار نه انگار اتفاق افتاده است. آدم خیال میکند که دارن به این مملکت خیانت میکنن وگرنه این همه سکوت معنی نداره. هر خراب شده دیگه بود نه فقط مردم را در جریان میذاشتن بلکه با برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به مردم آموزش هم میدادن که چه بکنن. در رمان ضد جنگ سلاخانه شماره 5 که شاهکار کورت وانگات خوانده شده است نیز با خاطرات شخصی این نویسنده آمریکایی آلمانی تبار از واقعی بمباران شهر درستن آلمان در جنگ جهانی دوم و قتل عام وحشتناک انسانها، مرگ 135,000 نفر آشنا می‌شویم و در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: من با چشمهای خودم بدن دختر مدرسه‌هایی در درستن را دیدم که زنده زنده در منبع آب شهر جوشانده شدند. این کار به وسیله هموطنان آمریکایی من که با غرور ادعای مبارزه با شر ناب را داشتند صورت گرفته است. و شبها در یک زندان پیش پایم را شمع‌هایی روشن کردند که از چربی انسان ساخته شده بود و این انسانها را برادران و پدران همین دختر مدرسه‌ای جوشانده شده سلاخی کرده بودند. وانگات در ادامه سربازان جنگ درستن را باکره‌های احمق شمرده و معتقد است که برخی از فیلم‌ها و کتاب‌ها مشوق جنگ می‌باشند. تصور می‌کنم فکر جلوگیری از جنگ در کره زمین فکر ابلهانه‌ای باشد. جلوگیری از جنگ همانقدر آسان است که جلوگیری از رودخانه یخ. چنان که نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی کورت توخورسکی جنگ را وهمی ناسیونالیستی و حماقتی هیچ و پوچ برای مردن شمرده و می‌نویسد جنگ در نهایت یعنی آدمکشی مجاز. و تجلیل از یه نفر که تو جنگ کشته شده یعنی به کشته دادن 3 نفر دیگه توی جنگ بعدی. در مجموعه مکاتبات آلبرت انیشتین و زیگموند فروید با عنوان چرا جنگ پس از امید واهی و خیال باطل فرض کردن نفی کامل جنگ از زبان انیشتین می‌خوانیم: هیچ چیز قادر به از میان برداشتن جنگ نیست مگر انسان‌ها خود از رفتن به جبهه سرباز زنند. باید فرزندان خود را در مقابل نظامیگری واکسینه کنیم. انسانها همواره باید مبارزه کنند، اما مبارزه در راهی ارزشمند و نه در محدوده‌های موهوم و با تعصبات نژادی و با انگیزه زیاده خواهی که بیشتر تحت لوای میهن‌دوستی صورت می‌گیرد. این وطن پرستی ما را به یاد قطعه‌ای از نمایشنامه کمدی خیانت انیشتین می‌اندازد که در آن آمده است: قرن‌هاست که تربیت ملت رو دست نظامیا سپردن. بله، کتابای تاریخ رو بخونید. تمجید شورانگیز از وطن، قلمرو، کشور. وطن پرستی یه بیماری بچگانه است. آبل مرغون بشریته. و از این روست که در دیوان ایرج میرزا آمده است: فتنه ها در سر دین و وطن است. این 2 لفظ است که اصل فتن است. صحبت دین و وطن یعنی چه؟ دین تو و موتن من یعنی چه؟ همه عالم همه کس را وطن است. همه جا موتن هر مرد و زن است. چیست در کله تو این 2 خیال که کند خون مرا بر تو حلال؟ منابع و مآخذ: ویل و آریل دورانت 1369 تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. فردریش نیچه 1355 دجال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران، آگاه. محمد جلال الدین مولوی 1390 مثنوی معنوی، تصحیح رینولد آنیکرسون، تهران، هرمس. لوی فردیناند سلین 1373 سفر به انتهای شب، ترجمه فرهاد قبرایی، تهران، جامی. یاروسلاو هاشک 1384 شویک، ترجمه کمال ظاهری، تهران، چشمه. ژان پل سارتر 1351 شیطان و خدا، ترجمه ابوالحسن نجفی، تهران، نیل. شاهرخ مسکوب 1371
درباره جهاد و شهادت، پاریس، خاوران. احمد دهقان 1387. من قاتل پسرتان هستم. تهران، افق. سید علی خامنه‌ای 1377. سخنرانی در دیدار با نویسندگان حوزه هنری، 2 خرداد. احمد محمود 1378. زمین سوخته، تهران، معین. کورت وانگات 1372. سلاخانه شماره 5. ترجمه علیاصغر بهرامی، تهران، روشنگران و مطالعات زنان. کورت توخولسکی 1389. بعضی‌ها هیچ وقت نمی‌فهمند. ترجمه محمد حسین ازدانلو، تهران، افراز. آلبرت انیشتین و زیگموند فروید 1383. چرا جنگ؟ ترجمه خسرو ناقد، تهران، آبی. اریک امانوئل اشمیت 1393. خیانت انیشتین، ترجمه فهیمه موسوی، تهران، افراز. ایرج میرزا 1356. دیوان ایرج میرزا به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران، بینا.